از مقدار یعنی تولدخانه شهر دوشنبه برتریت دارد. بحث نوزادی که به گفته مقامات اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون رساند. خبرنگاران میپرسند چرا نوزادانی که سالهای پیش اهالی را به 7 8 9 و 10 میلیون رساندند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند. در شهر دوشنبه ببینیم امروز 4 تا مؤسسه شهری تولدخانه شهری، یک تا جمهوریوی 730 کتی تولدی در شهر دوشنبه است. ما اگر مثال بیاریم امروز مرکز ولایت سوخت شهر خوجند 183,000 اهالی تولدخانه ولایتی است. 210 کت تولدخانه شهری است 45 یا 50 کت 160 170 کت. مرکز ولایت ختلون 110 کت تولدخانه ولایتی 45 کت تولدخانه شهری 150. تولدخانه رقمی 2 شهر دوشنبه روز 23 ایول در اینجا نوزاد به دنیا آمد که به گفته مقامات اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون رساند. والدان پسر بچه را فردوس نام گذاشتند. فریدون براتو و مغفرت شاکر و ساکن ناحیه شاه منصور پایتخت هستند. مادر طفل خانشین و پدر طفل به گفته خودش مهاجر است. من از خود هیجان من باور نداشتم که چه به یک کس رفتم و بلیت خود را گرفتم. بس عملیات چه ما اومدم و همه چی این هیجان بود. بعد اینکه ما عائله‌دار شدیم بعضی زندگی ما خیلی سوس بود. ما خانه استقامتی خودمان را نداشتیم. کاربران در شبکه‌های اجتماعی حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رساند عادلانه نمی‌دانند. وزیر تندرستی جامعه را باور می‌کناند که روند شفاف بود. همین روز 23 ما ساعت همین را معین کردیم. به همین خاطر ما سپارش دادیم که در تمام جمهوری از ساعت 12 تا ساعت 1 تولدی که می شود اخبارات و وزارت تندرستی پیشنهاد کند. او وقتی که همین 3 مینوتایی که باید 10 میلیون کودک تولد میشد الکی وزارت تندرستی میدونست. ما او وقت پیشنهاد کردگی نبودیم. همین وقتی که تولد در شهر دوشنبه شد اخبارات و وزارت تندرستی اومد ما اون جمع کردیم. بعدا تحلیل کردن که از ساعت 12:27 تا 12:30 باید 10 میلیون کودک تولد میشد. همین با مؤسسه یعنی تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه یعنی راست آمد. برخی منقدان میگویند یک سبب بحث برانگیز شدن چنین تصمیم‌ها در آن است که معمولاً برای چنین کودکان جشنی حکومت پاداش‌های خوب می‌کند. این نوبت هم مقامات گفتند با عائله براتوها پرزیدنت تاجیکستان در یک بنای نوساخت منزل 3 حجره‌ای تقدیم نموده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.